أعرب قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي عن أمله في أن تكون السنة الإيرانية الجديدة طالع يمن وبركات على الشعب الإيراني وشعوب المنطقة. وخلال كلمة له بمناسبة عيد النوروز قال السيد خامنئي إن قوى الاستكبار واجهت السنة الماضية عدة مشاكل إثر إسقاط عدة أنظمة ديكتاتورية في المنطقة والعزلة التي فرضت على الكيان الإسرائيلي. تبریک عرض می کنم عید نوروز و فرارسیدن سال نو را به همه هممیهنان عزیز در سراسر کشور و به همه ایرانیانی که در هر نقطه‌ای از دنیا سکونت دارند و به همه ملت‌هایی که عید نوروز را گرامی می‌دارند. بالخصوص تبریک عرض می‌کنم به خانواده‌های عزیز شهیدان، به جانبازان، به خانواده‌هاشون، به همه ایثارگران، به همه فعالان عرصه‌های مختلف. آرزو می‌کنم و دعا می‌کنم که خداوند متعال برای ملت ایران بهروزی، شادی، نشاط و دل خوش در این سال جدید مقدر بفرماید و بدخواهان این ملت را در اهدافشون، در تلاشهاشون انشاءالله ناکام کند. سالی که گذشت، سال 90، یکی از سالهای پرحادثه در سطح جهان و در منطقه و در کشور ما بود. اونچه که در مجموع انسان مشاهده می کند این است که این حوادث بر روی هم به سود ملت ایران و در راه کمک به هدفهای اون تمام شده است. اون کسانی که اهداف بدخواهانه‌ای درباره ملت ایران و ایران و ایرانی در سر می‌پرورانند در کشورهای غربی دچار مشکلات گوناگون هستند. در سطح منطقه ملت‌هایی که جمهوری اسلامی از آنها همواره حمایت کرده است به هدفهای بزرگی دست پیدا کردند. دیکتاتورهایی به زیر کشیده شدند. قانونهای اساسی مبتنی بر اسلام در کشورهایی تصویب شد. دشمن درجه یک امت اسلامی و ملت ایران یعنی رژیم صهیونیستی در محاصره قرار گرفت. كما دعا قائد الثورة الإسلامية في إيران إلى جعل العام الإيراني الجديد عاما للازدهار الاقتصادي ودعم الإنتاج الوطني. دعوت میکنم به اینکه امسال رو سال رونق تولید داخلی قرار بدهند. شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، این شعار امساله. ما باید بتوانیم از کار کارگر ایرانی حمایت کنیم، از سرمایه‌دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تولید ملی و تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌داران و کارگران تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم که از همه اینها به نظر من مهمتر است مصرف تولیدات داخلی